دوستا سلام و وقت بخیر. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. امروز رفته بودیم بیرون چکر زدم، متوجه شدیم و برخوردیم با این میوه. که به نام رامبوتان یاد میشه. این در مناطق بسیار گرمسیر پیدا میشه. ایره کلیسا البته قبلا به نظرم خورده بود. وقتی که ایره دید بسیار شله کرده بود که باید از این برمه بتین. دیگه ما درخت از ایره پیدا کرده بودیم. بعدش گفتیم چی کار کنیم. خب این مال مردم بود، به قول عامیانه که حرامخوری نشه. باز رفتیم بر صاحب از گفتیم که چی است، بر ما اجازه است یک مقدار از این میوه بکنیم. البته زبانم نمیفهمیدیم، برش به ترانسلیت گفتیم که بر ما اجازه است یک مقدار از این میوه بکنیم برای از دخترک. باز اونا بر ما اجازه دادن. بسیار آدمای خوب بودن، خودشان در ما همکاری کردن، کمک کردن، کندن و ما هم کندیم. بعدش آمدیم به سمت خانه. حالا میخوایم که در این مورد برای شما معلومات بتونم و شکل و قیافه زیر برای شما نشان بدم. دوستای میوه که است داخلش بسیار لشم است. بیرونش که میبینید که خارکدار است ولی داخلش بسیار لشم است. حالا من را پست میکنم، شما میبینید که داخلش چی رقم است. شما سیل کنین. دوستا داخلش اینی رقم یک چیز است و متوجه باشین وقتی که ایره میخورین که یک دفعه قرد نشده گلونتان برنمونه. دیگه داخلش هم یک خسته داره، خستهش خوردن همیشه. متوجه باشین دیگه، مخصوصا طفلا. حالا من ایره بر شما نشان میتونم که خسته داخل از چی رقم است. شما سیل کنین. این یک داخلش خسته داره. حالا تنها شما یعنی که برنگ سفید بگویم شیشه ای رنگ است، اینمیش تنها خوردن میشه، خستهش خوردن نمیشه. دوستان متوجه باشین این یک چیز هست. دیگه حالی رو من نوشیان میکنم. شما مزهش شما بگویم که چی رقم مزه میده. بسیار فوق العاده مزه‌دار است و دوستای بسیار ویتامین داره، آبدار است، ویتامین C داره که بسیار به سیستم ایمنی بدن بسیار مفید است. همچنین بسیار یک میوه خوشمزه است. دیگه کسایی که از این پیدا میتونه ایر استفاده کنیم، بسیار در بدن مفید است و کمک میکنه که بدن آهن بیشتر جذب کنه. دیگه خیلی یک میوه ناب است. از این اگر دسترسی دارین استفاده کنین. تشکر دوستا. ما از شما میخوایم که ما را تشویق کنین، چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک و کامنت یادتان نره و ما را تشویق کنین تا ما بتانیم ویدیوهای بهتر و خوبتری را بر شما تهیه کنیم. تشکر. اوقات خوش داشته باشین.